سلام، درود بر شما. خب بعد از تقریبا یه مدت 1 ماه و نیم 2 ماهه مجددا فرصتی شد که من یه ویدیو بذارم و بیشتر از این به بعد دوست دارم که بریم به سمت مفاهیم پایه‌ای و در واقع بیسیک تر. توی این ویدیو میخوایم راجع به متدهایی صحبت کنیم که برای هندل کردن داده‌های بزرگ استفاده میشه. داده‌های بزرگی که ما میتونیم یا به صورت متنی ذخیره بکنیم یا توی دیتابیس ذخیره بکنیم، فایل بیس ذخیره بکنیم، به هر ترتیبی. یه حجم زیادی داده داریم، میخوایم اینها رو ذخیره بکنیم یه جایی و کنترلشون بکنیم. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب اولین چیزی که به ذهن هر کس میرسه بحث دیتابیس هاست، ولی خب یه سری دیتابیس ها محدودیت دارن. همونجور که میدونید تو دیتابیس های ریلیشنال ما یه مقدار محدود هستیم، چون وقتی دیتا از یه مقداری بیشتر میشه جستجو کردن داخلش سخت میشه، آپدیت کردن سخت میشه، دیلیت کردن سخت میشه. یعنی منظور از این که سخت میشه پرفورمنس رو به طرز چشمگیری میاره پایین. میخوایم راجع به راهکارهایی صحبت بکنیم که جلوی این موضوع رو بگیره. البته ما در پاسخ بعضیا میگن خب ما ذخیره سازی متنی و فایل بیس رو میتونیم جایگزین بکنیم، نو اسکیول رو میتونیم جایگزین بکنیم. بله همه اینها هست، اما به هر حال ما نیاز داریم که دیتا هامون رو پارتیشن بکنیم. حتی اگر بیایم از راهکارهای نو اسکیول استفاده بکنیم، از مونگودیبی استفاده بکنیم، از کاساندرا استفاده بکنیم، نگهداری حجم داده های زیاد، به خصوص اگر ما بخوایم جستجوی زیاد روی اینها انجام بدیم، آپدیت دائمی روشون انجام بدیم و در واقع دیتای ما یک دیتای آرشیوی نباشه، کاملا داینامیک و پویا باشه، ما به این راحتی ها نمیتونیم اینها رو هندل بکنیم. حتی اگه بیایم از نو اسکیل استفاده بکنیم، اون هم محدودیت های خودش رو داره. حتی اگر متنی توی فایل های CSV ذخیره بکنیم، اون هم محدودیت های خودش رو داره. چه راهکاری هست؟ راهکار اصلی که وجود داره پارتیشن کردن دیتا هاست. یعنی ما بیایم دیتا ها رو تقسیم بندی بکنیم، همه رو یک جا ذخیره نکنیم. توی 3 تا نود، توی 4 تا نود، 5 تا نود ذخیره بکنیم. چه راهکاری وجود داره برای همین ذخیره کردن توی 4 تا نود، 5 تا نود؟ تصور بکنید که ما 5 تا نود داریم و میخوایم توی هر کدومشون یه سری داده ذخیره بکنیم. یه دونه نود، این 2 تا نود، 4 تا و این هم 5میش. ما 5 تا نود اینجا داریم و تصور بکنید که هر کدوم از این نودها مثلا قرار است که یه دونه دیتابیس باشه. ذخیره سازی داده ما میتونه به چند طریق انجام بشه. در دسته‌بندی کلی ما میگیم ورتیکالی و هوریزونتالی ما میتونیم پارتیشن بکنیم داده هامون رو. پس ما 2 نوع میتونیم دسته‌بندی بکنیم، ورتیکال و هوریزونتال. معمولاً وقتی که صحبت میشود از پارتیشن بندی داده ها، ما منظورمون هوریزونتال هست، ورتیکال نیست. ورتیکال وقتی میگیم یعنی چی؟ وقتی راجع به ورتیکال صحبت میکنیم، یعنی اگر ما یک جدولی داریم، تصور بکنید که ما جدولی داریم از نام خانوادگی، کد ملی، شناسه و شماره تماس. ما زمانی ورتیکالی اینها رو دسته‌بندی میکنیم که هر کدوم از این نودها رو به یکی از این داده ها اختصاص بدیم. مثلا آیدیاشو توی یه نود ذخیره بکنیم، نیم رو توی یه دونه، لاست نیم رو توی یه دونه، مثلا آیدنتیتی یا مثلا کد ملیشون رو توی یه دونه دیگه و نهایتا فون نامبرشون هم توی یک نود دیگه.
خب این خیلی توی همه مصارف منطقی نیست. البته هرچند که بعضی جاها خیلی کاربردیه که ما بیایم هر کدوم از این داده ها رو که در واقع ما اگر توی یه تیبلی تو دیتابیس در نظر بگیریم، اینها هر کدومشون میشن یه دونه کالم، ما میتونیم اینجور در نظر بگیریم که اگر یه زمانی خواستیم آیدنتیتی رو تغییر توش انجام بدیم، بریم فقط سراغ این یکی نوده، یعنی نود چهارممون، بریم سراغ نود چهارم و اونجا اون آیدنتیتی رو سلکت بکنیم، آپدیت بکنیم، به تغییر بدیم. معمولا برای سلکت کردن این اتفاق خوبی است، اما اگر ما در جایی میخوایم که دیتا ها رو در کنار هم داشته باشیم، اینجا دیگه این راهکار جوابگو نیست. توی اکثر سناریوهایی که به ذهن ما میرسه این عملیات ورتیکالی جوابگو نیست، هر چند که میتونه بعضی جاها به کارمون بیاد. بله، یه تعداد کد ملی داریم، میخوایم توی این کد ملی ها سرچ کنیم که مثلا آیا این کد ملی وجود دارد یا ندارد، معتبر هست یا نیست. بله، این همچین راهکاری خوب است. ولی اگر نه، ما میخوایم کد ملی رو سلکت بکنیم و با استفاده از اون بریم مثلا نام و نام خانوادگی رو پیدا بکنیم، یا حتی فیلترهای بزرگتر بذاریم، اونهایی که مثلا آیدنتیتی نامبر یا مثلا کد ملیشون از عدد فلان بزرگتره، اون عده رو بریم پیدا بکنیم. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم به صورت ورتیکالی دیتا همون رو پارتیشن کنیم، باید بریم سراغ راهکارهای هوریزونتال. چند تا راهکار داریم. یکی از راهها دایرکتوری داشتنه. دایرکتوری داشتن یعنی چی؟ یعنی من یه سری جدول داشته باشم، اینجا بگم که آیدی نود، بگم آیدی 1 در نود 1 ذخیره شده، آیدی 2 در نود 1 ذخیره شده، آیدی 3 در نود 1 ذخیره شده، آیدی 4 در نود 2 ذخیره شده، آیدی 5 در نود مثلا 3 ذخیره شده. خب من حالا هر مصرفی که داشته باشم میام مراجعه میکنم به دایرکتوری، هر سلکتی یا هر مصرف دیگه ای داشته باشم بخوام آپدیتی انجام بدم، اینها میدونم که اونی که آیدیش 1 در نود 1 ذخیره شده، میرم سراغ نود 1. اینجا معمولا کسانی که از این روش استفاده میکنن، معمولا اینجا یه دونه وب یعنی این دایرکتوریشون یه دونه وب سرویسه، API در واقع، یک وب API هستش این دایرکتوریه که این سرویس رو میده. شما میخوای ذخیره بکنی، داده جدید اضافه بکنی، بهت میگه برو تو کدوم نود اضافه بکن. این راهکار یکی از راهکارهایی که ما بهش میگیم دایرکتوری بیس، یعنی دایرکتوری بیس پارتیشن کردن به این مفهوم. راهکار بعدی که وجود داره رنج بیس کار کردنه. رنج بیس همونجوری که از اسمش معلومه و احتمالاً شما میتونید حدس بزنید، به این مفهومه که ما داده هامون رو با استفاده از یک آیدی بیایم و رنج بندی کنیم. مثلا بیایم بگیم که داده های مثلا 1 تا 1000، یعنی آیدی مثلا 1 تا 1000 توی نود اول، آیدی 1001 تا 2000 نود دوم، آیدی 2001 تا 3000 نود سوم و به همین ترتیب. اینو بهش میگن رنج بیس. ولی چه زمانی کاربرد داره؟ اونجایی کاربرد داره که ما تعداد داده هامون مشخصه، قرار نیست خیلی عوض بشه. قرار نیست که اگر مثلا ما قرار 10,000 تا رکورد داشته باشیم، قرار نیست این 10,000 تا یه دفعه بشه 20,000 تا. اونجا دیگه ما بایستی هی نود اضافه بکنیم، یعنی ما هی باید نود دیتابیس اضافه بکنیم. مثلا فرض کنید که هر کدوم از اینها یه دونه دیتابیس هستن یا یه دونه تیبل هستن و ما میگیم تو هر کدوم از اینا 1000 تا داده باید باشه.
خب اگر که 10,000 تا داده داشته باشیم، 10,000 تا رکورد داشته باشیم، میگیم خیلی خوب معقوله تو هر کدومشون 1000 تاست، 10 تا جدول یا 10 تا دیتابیس میشود. خیلی خوب، حالا این داده ها یه دفعه شد 100,000 تا. آیا منطقی است که ما 100 تا نود اضافه بکنیم؟ نه. پس برای حجم مشخص داده این روش خوبیه. ما قرار است مثلا 100,000 تا رکورد رو نگهداری بکنیم، 1,000,000,000 رکورد رو نگهداری بکنیم، ولی این 1,000,000,000 قرار نیست بشه 2,000,000,000. اینجا این روش به درد میخوره. پس ما میایم رنج بیس کار میکنیم. روش بعدی که در واقع شاید بشه گفت رایج ترین روش هوریزونتال پارتیشنینگ هستش، مبتنی بر آیدیه. ما به در واقع دو روش میشه پارتیشنینگ انجام بدیم بر اساس آیدی ها. بر اساس آیدی ها توجه بفرمایید. مثلا ما ممکنه که یه سری داده داشته باشیم، مثلا آیدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب چند تا نود داریم؟ 5 تا نود داریم. میخوایم اینها رو توی 5 تا نود ذخیره بکنیم. چه کار میکنیم؟ میایم و من بیام نشونتون بدم که چه اتفاقی میافته. اولین شناسه رو میخوام ذخیره کنم یا حالا باهاش یه کاری دارم، میخوام ببینم تو کدوم نود باید ذخیره بشه یا به کدوم نود مراجعه بشود. این قرار است تو کدوم نود باشه. تنها کاری که لازم انجام بدم از این استفاده میکنم. این همون مود دیگه، بهش میگن در واقع باقی مانده تقسیم در واقع بهش میگن. خب مثلا میخوام آیدی 1 رو بررسی بکنم. میام باقی مانده تقسیمش رو بر 5 میگیرم. 5 تعداد نودهای منه. میخوام 10 و همین کار رو انجام بدم. میخوام ببینم 10 باید تو کدوم ذخیره بشه، تو کدوم دیتابیس یا تو کدوم تیبل ذخیره بشه. تقسیم بر 5 باقی ماندهش رو میگیرم. مثلا اینجا فرض کنید در مورد عدد 10 من باقی مانده تقسیمم چند میشه؟ بخش پذیرن دیگه. باقی مانده تقسیمم قاعدتا میشه 0. نود 0 در واقع باید بشه اولین نود من. این میشه نود 0 من، این میشه نود 1 من، این میشه نود 2 من، این میشه نود 3 من، این میشه نود 4 من. خب همین کار رو راجع به 1 انجام بدیم. شناسه 1 اگر انجام بدیم جوابمون میشه 1. در واقع اونی که آیدیش 1 باید بره تو نود 1 و هر کسی هم خواست سراغی ازش بگیره، آپدیت بکنه، دیلیت بکنه، هر کاری بکنه، میره سراغ 1. 10 همینطور میره سراغ 0. به این ترتیب ما استفاده میکنیم از باقی مانده تقسیم یا همون مود. اینجا یه سوالی پیش میاد و سوالم این هست که اگر ما در شرایطی قرار داشتیم که چنین چیزی نبود چی؟ اون موقع باید چی کار بکنیم؟ اگر ما نمیتونستیم آیدی یونیک داشته باشیم چی؟ اون موقع ما میایم از اینتیجر هش استفاده میکنیم و این اینتیجر هش ها رو ذخیره میکنیم در کنار داده هامون. مثلا تصور بکنید من اینجا میام و الان یه دونه کد پایتون می نویسم. تصور بکنید که من دیتام رو اینجا قرار میدم به این شکل. داده هام رو میذارم یه سری اسم
من 4 تا دیتا اینجا دارم دیگه. خب میتونم بیام از تابع هش استفاده بکنم. این دیتا میتونم بیام از تابع هش استفاده بکنم و اینتیجر هششون رو پرینت بکنم. هش خب میبینید که به من در نتیجه یه سری عدد اینتیجر داد، حالا مثبت یا منفی، من کاری بهش ندارم. و اینجا اگر من تعداد نودم رو تعیین بکنم، یعنی مثلا بیام اینجا بگم که نود مثلا برابر با 3، من 3 تا نود دارم و این میخوام داده ها رو توش تقسیم بکنم، به این شکل میشه. داده اول یعنی اون که رضاست، رضا میره توی نود اول، علی میره توی نود دوم، محمود میره توی نود اول، فرهاد میره توی نود صفر. به این ترتیب ما از هش استفاده میکنیم. اساسا این قاعده رو بهش میگن سی هش. ما میایم از هش استفاده میکنیم برای اینکه تعیین بکنیم چه داده‌ای تو کدوم نود ذخیره شده و در واقع باید در کدام نود ذخیره بشه و به سراغ کدام نود برویم. توجه داشته باشین در این روش ما بایستی الزاماً هش های خودمون رو نگه داریم، یعنی باید ذخیره بکنیم. چرا؟ اگر از این تابع هشی که من استفاده کردم، یعنی همین تابع هش که توی پایتون داریم به صورت پیش‌فرض، اگر از این استفاده بکنید، هر بار که این هش رو اجرا میکنید بهتون یه عدد اینتیجر متفاوت میده. توجه بفرمایید، بهتون اعداد اینتیجر متفاوت میده. شما اگر میخواید ذخیره سازی بکنید باید الزاماً در کنار دیتاتون این هش ها رو ذخیره بکنید. ولی اگر آیدی دارید و خب ما به صورت استاندارد هر موقع دیتایی رو ذخیره میکنیم یه آیدی براش میذاریم، اگر آیدی دارید این مشکل رو دیگه نخواهید داشت. ولی اگر که آیدی ندارید و دیتاتون استرینگ یا هر چیز دیگری هست، میتونید به این شکل از اینتیجر هش استفاده بکنید و اون رو توی نودهای مختلف پارتیشن کنید.